گروه هشتم دامولا، گروه هشتم کی داخل میشود؟ آنهایی که زکات میگیرند. گروه هشتم الله سبحانه و تعالی میگوید که وابن السبیل، ترجمه لغویش و پسری راه، مراد مسافر. پسری راه یعنی بچه کوچه شده است، یعنی نمیتونه به شهرش بازگردد. البته در زمانهای قدیم این مراد یک شخصی بای هست، یعنی که به فقیر و مسکین و قرضدار نمیدراید. یک شخصی که فقیر نیست، مسکین نیست، قرضدار نیست، یک شخصی ثروتمند است و در سفر مثلا غارتگرها یا دزدها یا راهزنها مال او را دزدیدن یا گم کرد، یا یک آفت یا مصیبتی آمد و بیمزد ماند. تا رفتن به کشور خودش ما برای این مقداری که به شهرش رسیده میراد زکات میدیم. لیکن در زمانه ما الان اگر شخصی ثروتمند باشد، پولش را گم کرده باشد، میشود از دیگر کشور ایستاده مثلا فرزندش یا برادرش یا همسرش برای این مثلا چیپته خرد، چیپته هواپیما مثلا، یا با کارتش پول را انتقال دهند بخرد خودش مثلا. یعنی در زمان ما برای همین گفتیم که اساسا سه طایفه مردم زکات میگیرند: فقیر، مسکین، قرضدار. یعنی کم هست که بعضی آدم ها گفتن که به این گروه میداره شخصی که در دیار کفر خودش از این کشور نیست، راهگذر بود، مسافر بود و حبس شد، نسأل الله سلامت و العافیه، محبوس شد، زندانی شد، همین هم به همین گروه میدراید. یعنی در راه ماند، اگرچه در شهرش شخصی صاحب ثروت هست، گفتم برای به زندان رفت و آمد مشکل است، از این کشور به این کشور فرستانیدن مبلغ یعنی آسان نیست. برای همین میتواند آنهایی که در داخل زندان مثلا هستند زکاتشون رو به همین شخصی مسافر دهند. برای آنکه آنهایی که مثلا در شهر دوشنبه زندگی میکند و در زندان دوشنبه محبوس هست، مثلا شخصی ثروتمند هست، امروز پسری کلانیش، فردا پسری دیگریش، فردا برادرش، فردا پسری عمکش، خویشاونداش زیارت میکنند و هر روز برایش طعام میبیارند، فرق میکنه از آن آدمی که خودش مثلا از کشوری بیگانه هست، مثلا از بنگلادش در تاجیکستان محبوس است. مثلا واقعا برای این فرستانیدن مبلغ و زیارت کردن این مشکل تر است. میتونن به همین شخص زکات خود را دهند. گفتن همچون عمل به قول الله تعالی که وابن السبیل، بچه مسافر، یعنی شخصی که در سفر نفقهش کنده شده است. گفتن یعنی این 8 گروه را الله سبحانه و تعالی خود تقسیم کرد تا اینکه کسی دخالت نکند، کوچه را اسفالت نکنه با این پول، یا دیگر کارها، چاه کافتن و مثلا مکتب ساختن و حتی مدرسه اسلامی ساختن و از این بزرگتر مسجد ساختن اجازت نیست. چی جایی مکتب ساختن و چی جایی مدرسه اسلامی ساختن؟ برای آنکه این رو الله تعالی خود تقسیم کرد.